یه کسی رفته بود سلمانی، آرایشگره، گفت من به نظر من خدا وجود نداره. گفت چرا خدا وجود نداره؟ گفت اگه خدا وجود داشت این همه بدبختی، این همه مشکلات، این همه کاستی ها، این همه ناکامی ها، خدای وجود نداره، همش دروغه. یارو گفت راست میگی. اصلاح که شد، تموم شد، پولش حساب کرد، اومد بیرون. 5 دقیقه بعد با یه آدم وحشتناک برگشت، یه آدم ژولیده پولیده ریشا نامرتب اومد تو آرایشگاه. آرایشگر گفت آقا چرا برگشتید؟ گفت اومدم یه چیز بهت بگم، تو این شهر آرایشگر وجود نداره. گفت یعنی چی؟ من الان موهای شما رو زدم. گفت نه وجود نداره. گفت چرا وجود نداره؟ دلیل چیه؟ گفت این آقا چرا این شکلیه؟ این آقا همسایه‌تونه. گفت این آقا اصلا به من مراجعه نکرده، به من مراجعه میکرد موهاشو میزدم. گفت پس مراجعه نکرده آرایشگر وجود نداره؟ گفت نه میومد میزدم. گفت پس نگو خدا وجود نداره، کسی به خدا مراجعه نکرد. تو کی مراجعه کردی مشکلتو حل نکرد؟ تو کی در خونش رفتی؟ قهر کردی که فرار کردی که چی؟ تقصیر ما هم نیستا. انقدر به بعضی خدا رو بد معرفی کردن، آتیش میزنه، سوس میکنه، سوسوار میکنه، به خود خدا قسم تهمت به این حرفا. هر کی اینجوری بهت گفته، مهربونتر از خدا کسی نیست.